في المزاج واضربوهن. أنا بعد واضربوهن چیه؟ فإن أطعناكم فلا تابوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ماشاءالله اینا دیدی خودش خدای تعالی همش بیان کرد تو پای تپنا موعظه کنه موعظه قطعی نشید قهری کنه جوگای خودتون دو پرتوه اگر عشق قطعی رام کی نشید بزنین اگر با اونم کی نشید توکلش به خدا بجوید ما شخصی اینا گفتم شد در نماز ندارم حتما بود نشد الله اکبر یک لفظی نیت اگر بسول الله ش پیش امام گفته اکبر ش بعد الله امام گفته باشه میشه جایزه بله برای تکبیر تحریم فرض است اما به هر لفظی که دلالت به بزرگی خدا میکنه اگر بگه واقع میشه داشتی نه که اگر به شرط هم الله اکبر پیش از الله امام گفت هم در نماز نشته ایسر اینا حتما ایسر که پیش از امام سر میبردونم خوف ندارم که خدای تعالی سرشون سری خر میکنه یا جو خونو مکنه بدونم چند که اصل بود خدا روسی هم حضرت علی میگه پیش پیغمبر سرش میبردونم بعد میمونم صبح میکنه روش که حضرت بیفهمی که ما چیزا بعد این همه سوالش میدونم بگم من ترسیدم بعد حضرت گفت که یا علی گفت القبر سندق العمل قبر ای صندوق عمل یعنی همه یو در قبر میشوند در اینجا نه بعد حضرت یک نظم در رول حضرت علی همون در همین شرح همین وانی همش نمیره یومن بدنیا اشتغل قد غره طول العمل الموت یأتی بغتة اولا نظر فی غفلة القبر صندوق العمل یعنی بله امیر به حضرت علی نسبت میدم الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل اون شخص از قبیله بنی ربیعه بود از مردم یمامه الله اعلم نامش اگر غلط نکرده باشم طلحه نام یمامه یعنی وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت این از این مسیلمه اومد مسیلمه نعوذ بالله دعوای نبوت میکرد مسیلمه کذاب این از قبیله بنی یمامه خودش بنی حنیفه در یمامه نام موضع زندگی میکردن این همه قسمتی بگیم پرسیتسکی زلیو در نجد بعد میویا نزدش میویا بعد سوالش میکنم میگه که تو کی؟ میگه من پیغمبر میگه بر محمد صلی الله علیه و سلم حضرت جبریل وحی میور بر تو کی میوره؟ او به ما خدی رحمان نعوذ بالله بعد پرسیدش که رحمان شب وحی میوره یا روز؟ گفت شب گفت او تصیح کرده یا افتوبه که مخلوق های میبوید دیگه شب بکنه میمونه و رحمانه که تجلی نورش دنیا همه را روشن کرده چه اون اومده است شب میشیده است لقد علمت انک کاذب من به شک میگه دونستم که تو دروغگویی در تاریخ تبری هست ولکن کاذب الربیعه احب الی من صادق المزار اما دروغگوی بنی ربیعه برای مرا از همون راستگوی مزار بهتره پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بنی مزار هست قریش و کنونه مزاری هم ای یک بنی ربیعه بودن ده انا نعوذ بالله مقصد انا تعصب قومی و تعصب محل همه چیز اخیر الامر کافرش کرد همون در جنگ یمامه کشته شدی بعد در جنگ بر ضد مرتد بود کو امام کشته میشه این توقنه یک شخص دیگه بود دومش قزمان این روایت هم اومده اگر روایت صحیح است حضرت میگفت که همون آدم به ایمان میره یا صحابه لیکن صحابه نه صحابه کسی را میگن که پیغمبر را دید و پیغمبر صحبت کرد با پیغمبر ایمان آورد و با همون ایمانش مرد دنیا باقی ماند با همون ایمانش اویه که حضرت دید ایمان آورد بعدا کافر شد اونطوری که بگیریم همین خونه سوخته همین عقبه ابن ابی معطی هم نوتلی کرد اخبارم همسویش بود انا ایمان آورد بعدا با او رفیقش گفت که اگر دروش توف نکنی من ایتی چی میکنم خیلی زیاد میشه اینجا صحابه نیستن مقصد همین قزمان حقیقتا در همون وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم مدینه اومد
مسلمانو همه ایمان آوردن کو ایران در قطور هوا بگیم که ایمان آورد. در جنگ احد اومد 7 نفر هم میکشه. شما هم زخم میخوره که همتا غلطیدگی در حالت جانکنی است که میگه شخصی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نزدش میگذره و میگه که یا قزمان بهشت برات گوارا بود. الله علم با فکرم که همجا همین گپا سعد ابن ربیع میگه بهشت برات گوارا بود. من میگه که کدام بهشت شما چی گفتیستی؟ با یا هیچ دو قطعی هیچ باور ندارم. بعد گفت که ای بچه برای چی نبوشا برو مدی جنگ کردی اختا در منطقه حلقت انداختی. میگم من با ناموس قومیم برو مدگیم که مردمی قریش ای مکه بخیزن وطنی من جنگ بیوین من چکه در خونه میشیم نبوشا گفت من به همین چیزی هم باور ندارم. بعد همی دردش به حد شدید بوده است اما مقصد هم درد میزنه کنم وقتی هم حالتی مرگ دارد. بعد یک پیکان گریف میگه بود در همین جای گلوش مونده همون قطعی جقی مقصد همون وینا و ارتریش قطع کرد خودش و همون خط کشی کرد بود. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که من نگفتم که همین مرد همین بودم به ایمان میمونه یعنی دیگه گفت حل میده او را قزمان میگه نامش قزمان میگه. بله در تاریخ اومده است از اون مردم مدینه منوره. این آدم تلحن داشته است. بله بله اشی با همین دروتی میزنم همون چخیلگی همون زدشه گو همین چخیلگی همین حمزه را زده بود خوب همین خیلی میزنم و بعد خولید بلوش اومد. خولید ابن ولید سردار لشکر بود. گفت به به یا وحشی گفت در وقت کفری بهترین مسلمان را کشته بودید ولی الحمدلله بعد اسلام آوردن بدترین کفری را کشتید. حقیقتا وحشی کشته شد. حضرت صلی الله علیه و سلم به دست مبارک خودش هم یک شخص به جهنم فرستاده است. این بدبخت از مردم مکه مکرمه است در جنگ احد. ابی ابن خلف امیه نه ابی ابن خلف امیه ابن خلف او را جمعیه هر شای من جمعه رنگ امیه ابی ابن خلف انا در جنگ احد کشته میشه و او امیه پیشتر کشته شده او را در جنگ بدر کشته امیه ابن خلف او را حضرت کی کشته گیرید؟ حضرت بلال تشکیل کرده چند نفر کشته او امیه باشه؟ ای امیه سردار بلال بود. ولی با وزنی همون بعضی ها نفهمیده اوبایه میگن. اوبایه بسانی گرد میسته در زمانی عربی این اوبایه اوبای ابن خلف این کسافت از تاجرای مکه مکرمه بود. همراه همون عقبه ابن ابی معیط رفیق بودن دوستی نزدیک بودن. یک وقت عقبه همسایه پیغمبر تشکیلی میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکنم تشکیلش که حضرتی چی نمیخوره. من میگم یا محمد نونی ما رو نمیخوری؟ اخت میگم مشرکی من نونی تو را چیکار بکنم؟ این تو با خدا قسم تو ایمان نیاری نمیخوری. و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. حقیقتا گروهی دو. حضرت تو آم خورد برمد قطعی همون اوبای بدبخت یا رفیقی داشتن نمی عقبه ابن ابی معیط. عقبه ابن ابی معیط مادر حضرت عثمان گرفتگی هست. ای مادر حضرت عثمان پسر داره ولید ابن عقبه میدی همسایه پیغمبر بود. وقتی که اوبای میآید اوبای در دیگه محله مکه زندگی میکرده است. یا همین رفیق بودن که ای سفر که می اومدن اول رفیقشون خبر میگرفتن با خونه شو میرفتن. یعنی دهانی در مکه میدونن میگن همین عقبه چه حال داشته باشه که میگن که عقبه صابئی شید بدبخت و مسلمان شید نمیگفتن صابئی شید ایدینش گشت مقصد. بعد دماغش میسوزه دیگه رفیقش خبرگیری نمیره و میره به خونه خودش. روز دیگه عقبه خبر میشه که دوستش اومده. بعد گیله کرده میآید که تو رسمی دوستی و اخوت بیکار کردی اجرا نکردی. بعد میگه که وجهی من وجهی که حرام حتی تأتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و تبزق فی وجهی روم برات حرام تو زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشش نرایی دروش توف نکنی.
ای اولی چی کرد که اخی آدم بزرگای ای از بنی هاشم نبیره عبدالمطلب ای شخص خیلی خونم اومده چی نه من چه کنم گفت تو زمانی دروش توف نکنی حقورتش نکنی با بدترین سخنو من قطعی تو گفت نمیزنم و این ملعونم او خدای تو رو که هدایت نکنه هیچ فایده نمیکنه اگر با عقل بدخونه سوخته تو همون وقت آدم حلیم بدست خیست اومد نزد حضرت صلی الله علیه و سلم درم پیش خونه کعبه شتگه با سخنای قبیح داشتامش دو بعد حتی توف کرد میگه دروش ابوبکر نقاش میگه که اون وقت توف کرد شمال بود شمال توفگری در روی خودش زد میگه دروش جراحت بود و حتی روایت میگن پیسشی و حضرت هم سرش خم شتگه گفت اگر از همین مکه بیرون در دستم خوردی سرت از بدن جدا میکنم همین عقبه را حقیقتا در جنگ بدر عقبه اسیر غلطید مقداد ابن اسود این اسیر گرفته بود اکو آدمی پولدار که بود گفت خیلی پول میکنم ده وقت فیدیه میگرفتن که در همین راه یک منزل مکه دورتر نخست پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدش بود بین اسیرو گفت یا داری یا عقبه یا دوری که من ترا گفته بودم که ای مکه بیرون اگر در دستم خوردی مقصد که قتلت بکنم و گفت فرزندام چی میشوند فرزندات گفت به جهنم علی گفت گردنش بزن حضرت علی گردنش زد همین عقبه را ای اوبایش بدبخت ای در جنگ همین بدر گریخت ای در اسیرو نبود در قتل هم گریزه بود اما در جنگ خود قسم خورده بود که من تو محمد نقش مقصد خفو نمیگردم اگر محمد زنده مونه من زنده نمونم شعورش هم تری بود بعد یک وقت همون در جنگ بدر حضرت مصعب بن عمیر نکشتن دو فیغان شید گفتن که پیغمبر کشته محمد این کسوفت خیست اومد که با چشم خودم ببینم مقصد قسم خوردگیم اشکر شوه اومد دید که دیگه کس بده است گفت این محمد نیست بعد احساس کرد یا جو حضرت صلی الله علیه و سلم احاطه کرد در یک گروه اندک همون طرف حرکت کرد مقصد اگر محمد زنده مونه من زنده نمونم که حضرت صلی الله علیه و سلم همی خم شد یک دروتی که گرفت مجبور خوردی بروی زدن ایکو و همی بسم الله گو زدش در همین جای گردنش اومد در همین جای گردنش اومد ایگولوی اسب غلطید دو فیغان کرده اومدم تا گردن قپیدم من نگاه کردم گفتن اوخی ضربه سمیرتیل نیست نترس گفت قسم به الله همی دردی را که من احساس کرده استم در بالای حمد بار کنن توقت نمیکنه تقسیم کردم پوستش از زد گذاشتم بله همین جای گردنه مقصد که اگر در اصل بگیریم او توچکوی جیزدینواجنی را یکونتش زدیوت نکرده است نه که به هر وجه صورت همون خطی مور همین حرکت کردن هم طرف مدینه برو مدینه مور خصوفت اوبای ابن خلف هم شخصی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستی خودش گذاشت خواهی ويقول لا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا بله انا مید اسباب نزولش در حق همه اخوای بیابی معید که هم مولا کرد دست پشتی دست بدندان کن که اکوش که منم همراه پیغمبر روی حق یفتادم گمراه نمیشیدم که شیطانی کسوفه دمی اوبای اخیر از روی حق منحریفم کرد او سردار بینور حضرت امیته نام داشته؟ همون امیه ابن خلف اوبای نه این اوبای دیگه کسای امیه ابن خلف سردار ولید دیگره ولید دیگره ولید بچه ای دودر حضرت عثمان هردش ولید هم ای ابن مغیره انا ابن مغیره ولید ابن مغیره ولیده ولید پدر خولیده پدر خولید او هم طریق کفیل مرده بله ولید ابن مغیره کفر جانو آبادن میتر بسیار بیران بود همین در قرآن مانگه تصدیب برای بکو و یاد مانگه فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ثم نظر ثم ثم عبس وبصر امش ده حق يميا ثم أدبر واستكبر ولا تطيع كل حلاف مهين حماز مشح اما يبي در راس يبي غیر خولید با کدام دیگرش مسلمان شده ولی اوشا ولی مونده ولید ولید ابن ولید ابن خولید اکش بوده دو درش
همون نامه را همون میترده مکه به حضرت ولی در میگه که بلی به خود درتی بله او پیش خولید مسلمان شد کی ولی اون ابتدا اون اول اولی این سوره مدثر در چند تا آیت برای چیه حضرت داده؟ همین یوخی قبانی نشود و نزدی ولید اومدن که بیا همین را قضاوت کرد که چیه همین یک سخنی بگو که مقصد که ما همین در میان قبایل عرب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بد کنیم که مردم ایمان نیارن شعورش زیاد نشه انا صاحبش گفتن نشی صاحب کوهی هیچ شباهت نداره که یک آخه شاعرش گفتن نشی همون آیات را گفتم بگی فقال إن هذا إلا سحر يؤثر قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما پایونی بعد رفت این سحره اوه عمو سحرش گفت عمو ثم نظر ای بولو بگی ادبر و استکبر ای بولو ثم أدبر واستكبر بالاتر اولی قبانی نشود و یا لعنتش میگه چیزش میگه خدای تعالی وبنين شهود ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه نه نه بولو فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر اوه المسيس ولید ابن مغیره را گفتن این استاد گفت بچه این را گفت شعر گفتن نمیشه با شعر توری نمیگیره این مقصد که سجع قوافی نداره مثل شعر مردم شعر هم میدونن که همین عروض اینو عربو اومده که بخی در ما این را گفت انا مقصد که تاثیر داره انسان هم میتونه که دیگرگون کنه این را سخنی کاهی گفتن نمیشه قدر فهمیشی هدایت نکنه این را گفت سحر بگید انا سحران یؤثر میگه قال إن هذا إلا سحر نیست مگر سحری که اثر داره یعنی که آدم دیگرگون میکنه و در سحرش نغلطه که این سحر داره مقصد همه اجازه کلامش قطعی جادو تو میکنه دین پدراتو دور میکنه همین حضرت عمر کم که اعتقاد شمیون میپره در دارو ندوه اعتقاد از مجلس بوده میگه این رو شو دروغ گفتیستانی ما ولیدیبنی مغیره را پدرش میگه چوهای تر میکنی میگه اوه این بسیار نطوری گفته ای پدرش هم میگه بعد خولید میگه این رو باز اون رو مردن کمسانش نیست کی را میگه؟ دودرش میگه ما این نصیف میگم که نطوری گفته ایستی رو مرده گفته نیست خولید قطعی حضرت عمر گوشتین گرفت هم دست پایگاه عصر و هست؟ نه گوشتین گرفت زد خولید حضرت عمر زد با گوشتین یکی اوید پشت کم اگر علت گرفته گه همجا پشت زرد میخواه حضرت عمر میزنه؟ چند خداوند تحقیق در شنج کرد یعنی حضرت عمر میزنه حضرت مناع للخير معتد اثیم طول بعد ذلك میگه یک حقورت میگه پیامبرکش خداوند 10 حقورتش کرد همین یک تا حسابه حرامزاده هم به دست ببرد این اصلا همون مغیره فرزند نداشت میگفتن که یک زن پنهانی خطی یک زن خطی معامله میکرده است بگیم حرامزاده تولد شده همون برای همین اینا زنیمش گفتن زنیم در عرب فرزندی را میگن که در اول پدرش قبولش نداره بعدا وقتی که قبول شد بعد نسبت به خودش میگه که بچه ما یفتک توجیه خطی یفتک میشه در میدانی یکی در جنگ بعد نمیبره پیش میبره کی این پیش جنگ این قدر میفهمیده این خونه سوختن این همون وقتی که رزبار شد که برای همون کعبه را سوختن برای گذاشتن سنگ حجر الاسود 4 قبیله با درجه در جنگ خستن که حتی همون بنی عبدالدار یک بزغاله را کشتن در روی یک تبوره گرفتن دستاشون در روی خونی همون اندوختن تر کردن گفتن اگر ما همین سنگ نمونیم مقصد همین سنگ همون نمونیم قصاص خونی میگیریم اگر ما نمونیم شکل نداشته باشیم در همین گذاشتن سنگ ما قصاص خونی میگیریم این همین دیگه هم یه لحظه که دیگه مونده است با جنگ جدال و نیزو دیواری کعبه را مقصد خونه کعبه را یا سیل شوشته بود وقتی اکثری نو برداشتنش همین برابری همین گردن شده گفتن که اکر چیزش کنیم سنگ هم گیریم حجر الاسود از موضوع اشمونیم که همین رزبار سر شده و همین ولید ابن مغیره بسیار آدمی به عقلی در دور و ندوه اساسا مصلحت ها همین میدود است شمسش میفتن بعد گفت که همین شما با حکمیت من روزی هسته؟ گفتم بله گفت نباشه این همین جمعی شینیم همین هر آدمی در اومد اگر صلاحیتی حکم کردن نداشته باشه یعنی عقل و فراست داشته باشه شما هم قبولش داشته باشه همون را میگیم من میرا فیصله کنم
گفتن خب همین لحظه پس حضرت صلی الله علیه و سلم میدرویا بود 35 ساله بود ولی با پیغمبری مبعوث نشده است. بعد گفتن که این همی خیلی گفت همین محمده، این محمدی امینه، شما همیلا قبول داره؟ گفتن که امینه، چه خیلی قبولش نداشته باشیم، قبول داره. بعد گفتن این مسئله را فیصله کرد. حضرت ریدوی مبارک اگر در زمین پرت افتاد، سنگ اگر قشو کرده بود ریدو مونده، همون چهار گروه ها چهار بطنی قریش ها گویا چهار گوشش بگیری، هر عشیره یک گوشش گرفتن. حضرت خودش ای دیوال درمد بگو بردارینش، برداشت هم بلوی دیوال نموندنش با حضرت بسم الله رو گرفته هم نازیده مون. عقل بی؟ یعنی که او را ولید کده گیره. قدرت خدا میگم که هم هدایت، خدای تعالی هدایت که معنا جان امیر است، امو پدر ابو حذیفه را سوره فصیلت میخونه از پیامبر است. روش میگن که برای دنیاش بتیم زن میگم مول میگم چی میگم و سوره فصیلت میخونه توس جو سجده پیش ابو طالب نه حضرت امو کی را روی میکنن همین جهلی و عتبه و شیبه فرزندوی ربیعه یورب دو نفر از سرورای قریش. عتبه پدر هند رضی الله تعالی عنه، زن ابو سفیان و پدر ابو حذیفه صحابه ابو حذیفه را پسر شد. امیر را روی میکنن. بو معاویه ایده میگم با بوی مادریش این عتبه هم بسیار آدمی با عقل بود. این همین اندیشوش به وقت ایمه اندیشوی ولید بهتره. او سحر نگفت. وقتی گوش کرد بسیار مجذوب شد. بعد اومد گفت که یک قریش گفت شما چی در دوره گفت قطعی همین محمد سر به سر میشید. او همین عیبین شما ای کن. این را رهاش کنه قطعی همین قبول عرب. اگر به شرطی که قبولش کردن او عزت و ابرو ایمو میشه. آدم ایمو های قبیله ایمو های نگه اگر به شرط قبول نکردنش کشتنش چون تو خلاص میشه. این کردو یک گفتنی ترسی اما مجا این را کلام سحر کرد. در همون جنگی چی را گفت که مردم بگرده در همین جنگی بعد وقتی برای کاروان گفت اومدیم کاروان راه یافت نجات یافت بر رفت. شما چی در کار شما داخلی چی لازم ایمود همین جنگ که خونه سوخته ابو جهل گفت که یا عتبه گفت تو مردک نبودی برای چی لباس مردانه پوشیدی تو باید جامعه زنکی میپوشیدی. و حضرت ولی جنگ سر شود بعد همین عتبه ولی گفت جنگ سر شود میبینیم کی مردک کی نو مردک. با همون ناموس همراهی دودر شد با چش هرسش میدون برومدن کوخی همین حمزه و حضرت علی رو کی کشته شد برومدن با دعوا کردن که محمد مو آدم بفرست هم تینگومونا. با سه نفر ای مردمی مدینه منوره برومدن، سه نفر از انصاریو معاذ و معاویز و والله علم یک تدیگرش نموش امیر حمزه میگه نه معاذ معاویز یو فرزندوی همو کیان انا بنی عوفو مقصد یک نفر دیگر هم قطعش واسطه بنی عفرو فرزندوی عفرو اینو برومدن و گفتن شما کیه؟ ما گفتن همه خیلی گفت این از برم بسیار زیرک بود گفت ما با نسب شما کار نداریم ما شما را احترام میکنیم ما میخواهیم که قرشی های خود با قطعی بروی جنگ کنن و با صداقتی و محمد ما را همتینگامون روی که ای نسب خود ما باشم. و حضرت هم گفت که حمزه بخی علی بخی ابو عبیده بخی همی سه کشی نزدیکترین شد حمزه عمک شد علی و ابو عبیده بچه‌ی عمکش. ابو عبیده بچه عمک بله حوریش ابو عبیده ابن حوریش. بله و برومدن حمزه حضرت حمزه کی را زد انا شیبه را کشت. ای حضرت علی ولیده کشت پسر یمی کی را عتبه را. ابو عبیده قطعی عتبه جمع میکردن علاقه یک ضربه‌ای هم دیگر از دادن یک ضربه بیزیب زده بود در پای ابو کی حضرت ابو عبیده در پشت اویزون شده بود دیگه ایزون اما مغز استخوان هم بیرون اومده بود. بعد علی و حمزه که کور خلاص کردن اومدن زدن کشتنش. این مصیبتی که بعد هند مصیبت گرفت بعد مردم تحریک کرد به همین جنگ احد سبب اساسیش همین بود. یک گروه پدرش عمکش برادرش کشتن.
گاه چوپون بچه بلندی بعد برمالی گاه ولی سر ترانگی سری کشمان میگیره آوازش قدی کشی شمشیری خودش کن به دست با هم شمشیری بدبخت نگیرید ابو جهل با هم شمشیری خودش کلاش برید که تو روی فارسی بسیم کشتار رو میگم باید میگن در مردن امام جهل میگه شیطان گریه کن هدایت نکنم خماری زورا و چشم سر دیده ابو جهل اوی در همین تفسیر قرطبی اومده است میگه حضرت صلی الله علیه وسلم الله علم همین سوره نجم باشه که بود کشیده در یک گوشه کعبه ای طرف همین ابو جهل ملعون همراه ولید ابن مغیره هست ابو جهل گریه میکنه میگه عجب سخنوی تاثیر نمایی سخنوی بعد میگه که واقعا ایگه هم گپی انسان نیست مخلوقی تری هم گفتن نمیتونم این بدبخت میگه تو باور داری که ای جانبی محمد نیست ای جانبی خدا میگه بله کسا ایمون نمیوری این قدشمنی میکنی میگه زنوی قریش خورد و بزرگش باید تعنم بزنن که ابوالحکم ای پشت یتیم عبدالله رفته است تقلیدی با یتیم عبدالله کرده است این همی غرور و تکبری دنیا نمیخید تصوفت تخوف شد اون ابو جهل از محمد ننگ داشت از حسد خود را به بالا میگماشت ابوالحکم نامش بود ابو جهل شد ای بس و اهل از حسد نو اهل شد خدا نمیخیلی خود حسد نقصان عیبی دیگر است بلکه از جمله کمی حکمتر است این خونه سوختای حسد با ای همه در پس نرایده یعنی همون فهمیدن چیزی نیست که نفهمن ولی همون شقی کمر در پیش کشمی همون مدرد کشید است بود انا در صحیح بخاری اومده است میگه این اهل مکه انا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یوریهم الآیه مردم مکه میگه از پیامبر طلب کردن گفتن نشان پیامبری تا نشان مبته کو هم میگه که انا فاراهم القمر شقتين حتی رأوا حراء بینهم اذا محتوى نشون داد نه تا انگشتش دو حصه شد بین همون دو حصه محتوب حتی رنگ غوری تاریکی و تسیری و دیدن پیش چشمی که نور عرفان نیست در بود عثمان نیست خداوند که هدایت نکنه فایده نمیکنه هیچ امیر اخیر بیسبود که کنه چیزون غیر مسلمان که همین موه رنگی یا ترکه کلیک کردی میلیون ها تن سنگ زدم تو ریخته هوا فرگشت ایوش که اومده دوستین شروع اومد یا صحیح نیستم نه ایوش ایوش اومد نه دوستین اومد میگه ایوش این ساعت که انشالله قلبها گواهی میتن که ساعت اجابت دعا هاست زیرا ساعت رقت قلب هاست پروردگار رو عاجزانه دعا میکنیم ای پروردگاره که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در نزد ما امتو ذاتت را وصف کرده است این ربکم تبارک و تعالی حی کریم بیشک پروردگار بزرگ شما بخشنده و آمرزگار است یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا پروردگاری بزرگ از بندش خجالت میکشه وقتی که بنده با امید و آرزو دست به سوی درگاه بینیازش برداره دستهای بنده را خالی و صفر برگرداند خدای عاجزانه دعا میکنیم ارواح گذشته های منزل و مکانه روح مادری مرحومه ایشان قاری را رحمت مغفرت مادری خوب و صالحه بود که فرزندا در حقش تغاضی نمیسوزن هر موردی که پیدا شد در دعا میکنن پروردگار را از اعمال نیک فرزندا در عالم برزخ روح بگردان خداوند امید رحمت و شفقت تو داریم با محبوسان و آزادی را نصیب و روزی بگردان به فرزندا را صاحب فرزندای خوب و صالحه گردان و به زن صالحه نصیب و روزی بگردان خدای رزق و روزیامون فراخ و وسیع بساز پروردگار را جمیع مراد مقصودای اهل این خاندان و مهمانان محترم شونه برآورده گردان ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین